تا حالا شده با یکی صحبت کنی و بعدش انقدر حالت گرفته بشه که کل روز رو دپرس و افسرده بشی، یا انرژی و انگیزت رو از دست بدی و کلاً اون روز روانت به هم بریزه؟ در این ویدیو قراره با 10 تیپ شخصیتی سمی آشنا بشیم که این حالات رو در ما ایجاد میکنن. آدم‌هایی که معاشرت باهاشون میتونه به ضرر ما تموم بشه و تأثیر مخرب رو زندگیمون بذاره. آشنایی با این افراد و یاد گرفتن راه مقابله باهاشون میتونه مسیر رشدمون رو هموارتر کنه و این تأثیر منفی رو کمتر کنه. سلام به دوستان خوبم. اینجا کانال دیپسای هست. مرسی که وقت با ارزشتون رو در اختیار ما میذارید. اگه مایل بودین ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آینده هم در خدمتتون باشیم. بریم سراغ ویدیو. گروه اول: آدم‌های همیشه ناراضی و نق‌نقو. این آدم‌ها تقریباً هیچ وقت از چیزی راضی نیستن. مدام دارن غر میزنن، ایراد میگیرن و بهونه میارن. با حرفای نیشدار و تحلیل‌های بی‌منطقشون همیشه بهت حس ناکافی بودن میدن. به شدت حق به جانبن، فکر میکنن فقط خودشون میفهمن و بقیه اشتباه میکنن. تو ذهنشون یه دنیای آرمانی ساختن که هیچ جوره با واقعیت جور در نمیاد. همیشه ساز مخالف میزنن و اگه تو مسیر رشد باشی، به جای کمک کردن و روحیه دادن، با حرفای منفیشون انگیزت رو ازت میگیرن. شناختشون هم راحته. اگه دیدی کنار یه نفر همیشه حس گناه، اضطراب یا ناامیدی داری، بدون با همچین آدمی طرفی. بهترین کار اینه که تا جای امکان از اون شخص فاصله بگیری و باهاش ارتباط نداشته باشی. تیپ شخصیتی دوم: قربانی‌های ابدی. این آدما همیشه یه داستان غم انگیز برای تعریف دارن. همیشه در حال نالیدن و ابراز ناراحتی‌ان. از نگاه خودشون دنیا باهاشون دشمنه و هیچ وقت بخت باهاشون یار نبوده. اولش ممکنه دلت به حالشون بسوزه چون مظلوم و شکسته به نظر میان. اما کم کم میفهمی انگار مقصر این حالتشون خودشون هستن. مشکلات کوچیک رو بزرگ جلوه میدن و به جای اینکه به فکر حل اون باشن، فقط مینالن و مشکل رو بزرگتر میکنن. هیچ وقت از خودشون نمیپرسن خب حالا من برای حل این مشکل چیکار میتونم بکنم؟ فقط دنبال کسی هن که به ناله کردنهاشون گوش بده و بهشون ترحم کنه. تو هم بعد یه مدت که به خودت میای میبینی شدی تراپیست شخصیشون که کلی وقت و انرژی صرفشون کردی. واقعیت اینه که درد اجتناب ناپذیره، ولی رنج کشیدن انتخابیه. این افراد در واقع انتخاب کردن رنج بکشن. بهترین کاری که در مواجهه با این آدما میشه انجام داد اینه که فاصلت رو باهاشون حفظ کنی و اگه باهاشون هم صحبت شدی تحت تاثیر ناله‌هاشون قرار نگیری و اجازه ندی انرژی تو ازت بگیره. تیپ شخصیتی سوم: تا حالا پیش اومده با یکی صحبت کنی انقدر حرفای منفی بزنه که حالت گرفته بشه؟ این افراد به شخصیت‌های دمنتور معروفن. مانند یه ابر سیاه هر جا میرن انرژی منفی و تاریکشون رو با خودشون میبرن و از شادی و خوشحالی بقیه تغذیه میکنن و در مقابل احساس افسردگی و ناامیدی تزریق میکنن. کارشون گرفتن انگیزه و انرژیه، به طوری که با حال خوب میری پیششون با حال بد برمیگردی. این آدما همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینن. مثلا وقتی بهشون میگی میخوام برم سفر، به جای تشویق برمیگردن از خطرهای جاده و گرونی میگن تا نظرتو عوض کنن. یا مثلا بهشون میگی میخوای کاریو شروع کنی، با اشاره به خطر ورشکست شدن تلاش میکنن از اون کار منصرفت کنن. هدف اینا فقط و فقط گرفتن حال بقیه است و تو این کارم استادن. وقتی از پیششون برمیگردی خسته، بی‌حوصله و ناامیدی و تنها راه مقابله باهاشون هم طبیعتاً فاصله گرفتنه. گروه چهارم: آدمای کنترلگر. این آدما فکر میکنن عقل کلن و برای بقیه حق انتخابی قائل نیستن. سر و کله زدن با این آدما یه چالش تمام عیاره. اونا روی کوچکترین چیزها هم حساسند و دائم به بقیه دیکته میکنن چطور رفتار کنن و اگه به حرفاشون گوش ندی عصبانی میشن و از کوره در میرن. این آدما با رفتارشون اعتماد به نفس شما رو نشونه میگیرن و اجازه نمیدن خودتون رو ابراز کنین. این افراد حتی بدون اجازه شما تصمیم میگیرن و براتون تعیین تکلیف میکنن. طبیعتا راه مقابله با این افراد هم عدم داشتن ارتباط و جدی نگرفتنشون هست. اگه هم مجبور شدین باهاشون ارتباط داشته باشین، قاطعانه بدون اینکه تحت تاثیرشون قرار بگیرین، بهشون بگین رفتارشون قابل قبول نیست و باید خودشون رو هر چه سریعتر جمع کنن. دسته پنجم: تا حالا شده تحت تاثیر حرفا و رفتار یه نفر به احساس خودت شک کنی؟ اینها همون گسلایترها هستن. آدم‌هایی که استاد بازی روانی ان و کاری میکنن تو نسبت به حافظه، فکر و حس خودت مطمئن نباشی. چی کار میکنن؟ چیزهایی که یادت میاد یا مطمئنی رو انکار میکنن، حرفا و واکنشات رو تحریف میکنن. گاهی خیلی دوستانه رفتار میکنن تا بعد تو رو سرزنش یا کنترل کنن. این آدما با رفتارشون باعث میشن به مرور اعتماد به نفست کم بشه، سردرگم و مضطرب بشی و انرژی و انگیزه تحلیل بره. خلاصه گسلایترها مثل یه آدم سمی روانی هستن که آرام آرام تو رو از خودت و واقعیت دور میکنن و انرژی تو میمکن. دسته ششم معرف حضور همه هستن و هممون چوبشون رو خوردیم. آدمای حسود. ویژگی اصلی این افراد اینه که با نازل جلوه دادن تلاش‌های شما، تلاش میکنن موفقیت‌هاتون رو بی اهمیت جلوه بدن و مدام کمبودهاتون رو به رختون میکشن. این افراد مدام در حال مقایسه هستن و تلاش میکنن با نیش و کنایه بذر نارضایتی رو در وجود شما بکارن.
آدم‌های حسود به شدت سمی‌اند و باید هرچه زودتر رابطتون رو باهاشون قطع کنید. در غیر این صورت اعصاب و روانتون رو ازتون میگیرن. دسته هفتم آدمای خودشیفته. این افراد به طرز دیوانه‌واری عاشق خودشونن و برای اطرافیانشون کوچکترین ارزشی قائل نیستن، چه تو رفاقت چه تو روابط عاطفی. همیشه سعی دارن از آدمای دور و برشون به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواسته‌هاشون استفاده کنن. تو گفتگوها نه گوش شنوا دارن، نه اهمیتی به احساس و نیاز طرف مقابل میدن. فقط خودشونو میبینن. ارتباط با این آدم‌های به شدت سم و متوهم بسیار خسته کننده است و آخرش چیزی جز حقارت و سرخوردگی به ارمغان نمیاره. گروه هشتم آدمای دمدمی مزاج. این آدما کنترل زیادی رو احساساتشون ندارن. یه روز خوبن، یه روز نه. به شدت مودی و تحت تاثیر شرایطن. و نکته اینجاست که خودشون هم نمیدونن چرا اینقدر ناپایی دارن. و صحبت منطقی با این افراد معمولاً جواب نمیده. این آدما وقتی روی مود بد هستن، به جای اینکه خودشون رو جمع کنن، شروع میکنن به خالی کردن بار منفیشون روی شما. آخرش هم انتظار دارن درکشون کنی و براشون دلسوزی کنی. بودن با این افراد مثل راه رفتن روی رودخونه یخزده است. هر لحظه ممکنه یخشون بشکنه و تو انرژی منفیشون غرقتون کنن. بهترین راه مقابله اینه که درگیر موج احساساتشون نشی و خودتو تو این شرایط کنترل کنی و البته در صورت امکان فاصله گرفتن از این آدما نیز بهترین تصمیمه. دسته نهم شایعه پردازها. این آدما وقتشون رو با غیبت و پخش شایعه میگذرونن. با ظاهر دلسوز و کنجکاو میان ولی در واقع از آبروی بقیه تغذیه میکنن. قابل اعتماد نیستن و رازنگهدارهای خوبی هم نیستن. امروز از دیگران میگن، فردا از تو حرف میزنن. همنشینی باهاشون فقط وارد شدن به چرخه مسموم غیبت، قضاوت و استرس دائمیه. غیبت و شایعه پراکنی یکی از سمی‌ترین کاراست که هم عزت نفس رو نابود میکنه، هم سطح اجتماعی آدم رو پایین میاره. نحوه برخورد با این افراد هم اینه که باهاشون همراهی نکنیم و واکنش نشون ندیم و با قطع کردن حرفای بی‌ارزششون موضوع رو عوض کنیم و بهترین کار هم طبیعتاً عدم داشتن ارتباط با این اشخاصه. دسته آخر آدمای عیبجو. این دسته همیشه دنبال ایرادن، نه پیشرفت. هر کاری کنی، هر چقدر هم خوب، بازم یه چیزی پیدا میکنن که ازت ایراد بگیرن. کارشون اینه که شور و شوقت رو خاموش کنن و باعث شن نسبت به خودت یا کارات احساس بدی پیدا کنی. فرقی نمیکنه تو کارات موفق بشی یا نه. همیشه یه جمله دارن که حالت رو بگیره. مثلا میگن بد نبود ولی میتونستی بهتر انجامش بدی. یا همه بلدن این کارو انجام بدن. در ظاهر شاید به نظر بیاد که دارن نظر میدن ولی در واقع دارن اعتماد به نفست رو میزنن. آدمای عیبجو از اینکه بقیه حس بهتری نسبت به خودشون داشته باشن حس خطر میکنن. واسه همین مدام سعی میکنن بقیه رو پایین بکشن تا خودشون بالا دیده بشن. در آخر مهمترین راه مقابله با این افرادی که نام برده شد داشتن شخصیت قوی و استواره که نه تحت تاثیر دیگران بلکه انرژی و اعتماد به نفسش رو از درون میگیره و با داشتن عزت نفس بالا اجازه نمیده آدم‌های سم اطرافش رو شخصیتش تأثیر بذارن. فروید در این باره میگه شخصیت سالم کسی است که توانایی کنترل خود و دفاع از روان خود را دارد و اجازه نمیدهد دیگران با خواسته‌ها و قضاوت‌هایشان او را از مسیر منحرف کنند. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم اگه از محتوا خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و اگه تجربه‌ای در برخورد با این افراد داشتید با ما در میان بذارید. سپاس از همراهیتون. تا دیدار دیگر، بدرود.